به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمه هست که در تلفظ و زبان بسیار آسانند گفتن آنها. ثقیلتان فی المیزان، در ترازوی اعمال نیکی انسان بسیار وزنین، یعنی نجات دهندند. حبیبتان الی الرحمن، این دو کلمه محبوبی پروردگار رحمانند. اینها کدام کلمه هایند؟ سبحان الله و بحمده، پاک و منزه است خداوند جل و علا از هر عیب و حمد و سپاس و ستایش مخصوص خداوند است. سبحان الله العظیم، پاک و منزه است خداوند که بسیار بزرگ است. بیایید با چند لحظه ذکر نامه های اعمال خود را وزنین، یعنی نجات دهنده و پروردگار رحمان را از خود راضی گردانیم. همیشه زبانتان و قلبتان و روحتان با یاد و ذکر پروردگار باشد. السلام علیکم.